د پښتو د څلورم ټولګي پنځم درس ته ښه راغلاست. به درس پنجم از صنف چهارم پشتو خوش آمدید. هرگز تسلیم نشو. همه روزهای بد دارند. از جایت بلند شو و ادامه بده. سلام ګرانو زده کوونکو، زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. با یکی دیگر از درس های صنف چهارم پشتو برای سطح مقدماتی در خدمت شما هستم. بریم تا درس پنجم را با هم بخوانیم. اما پیش از شروع یک نکته را فراموش کردم خدمتتان عرض کنم که برخی از دوستان شاید با خود بگن چرا از صنف چهارم شروع کردیم. در واقع این کتاب برای شما صنف اول است. شما فکر کنین که سر صنف اول نشستین. چرا صنف اول و دوم و سوم در افغانستان زبان پشتو ندارن و تدریس زبان پشتو برای دری زبانا از صنف چهارم شروع میشه و این اولین کتابی است که وزارت علوم تشخیص داده که باید از صنف چهارم برای دری زبانها گذاشته شود. پنځم لوست. درس پنجم، خبری اتری، گفتگو و یا مکالمه. موخه، هدف. ببینیم که هدف این درس چی است. د متن سم لوستل، لیکل او د خبرو کولو وړتیا ترلاسه کول. د متن سم لوستل یعنی صحیح خواندن متن، لیکل نوشتن او د خبرو کولو وړتیا ترلاسه کول و توانایی و شایستگی گفتگو به دست آوردن. به دست آوردن توانایی گفتگو. خبرو کولو گفتگو، وړتیا توانایی شایستگی ترلاسه کول به دست آوردن. پوښتنه، سوال. تاسی نن له چا سره خبرې اترې کړې دي؟ آیا شما امروز با کسی مکالمه کردید؟ گفتگو کردید؟ سلیمان، عبدالرحمن وروره، ستړی مشی. برادر عبدالرحمن، مانده نباشی. وروره به معنای برادر است. چرا ها آمد آخرش؟ چرا که خطاب قرار داده. ستړی مشی، مانده نباشی. در اینجا در قسمت مشی اوگده یا آمده. چرا؟ چون مفرد مذکر است. عبدالرحمن، سلیمانه، تا هم ستړی مشی. سلیمان، تو هم مانده نباشی. در اینجا هم اوگده یا آمده چون باز مفرد مذکر است. انواع یاره در یک ویدیوی جداگانه به صورت مفصل تدریس کردم که ویدیوش میمونم که اگر خواستین تماشا کنید. سلیمان میگه عبدالرحمن، زه نن ښوونځي ته ځم. عبدالرحمن، من امروز به مکتب میروم. زه به معنای من، نن امروز، ښوونځي مکتب، ته ځم میروم. عبدالرحمن میگه که زه هم ځم، من هم میروم. سلیمان، تا په کوم ټولګي کې؟ تو به کدام صنف هستی؟ تا به معنای تو هست که همراه با یی آمده. هستی، تو هستی. په کوم در کدام ټولګي صنف کی هستی؟ عبدالرحمن، زه په څلورم ب ټولګي کیم. من در صنف چهارم ب هستم. در اینجا هم زه به معنای من هست که همراه با شناسه فعل یم به معنای هستم آمده. زه یم، من هستم. زه په څلورم ب ټولګي کیم. سلیمان، ډیر ښه. عبدالرحمن، کورنۍ دنده دې ترسره کړې ده؟ بسیار خوب عبدالرحمن، کار خانگی و تکالیفت را انجام داده ای؟ ډیر ښه، بسیار خوب. کورنۍ دنده، کار خانگی. دی در اینجا به معنای ات هست. کورنۍ دنده دی، کار خانگیت. ترسره کړې ده، انجام شده است. اگر تحت لفظی بخوایم معنا کنیم میشه کار خانگیت انجام شده است. یعنی معنایی را داره که کار خانگی یا تکالیفت را انجام داده ای.
ترسره کړې ده به معنای انجام شده است. چرا ده آمده؟ چون کورنی مؤنث است. گفتیم که ده برای مؤنث به کار برده میشه. کورنی چرا مؤنث است؟ چون یای تأنیث داره. عبدالرحمن: او کورنی دندمی ترسره کړې ده. بله کار خانگیم را انجام دادم. او به معنای بله. کورنی دنده کار خانگی. می در اینجا به معنای ام هست. کورنی دندمی کار خانگی ام ترسره کړې ده انجام دادم. که اگر بخوایم تحت لفظی معنا کنیم میشه که کار خانگی هم انجام شده است. سلیمان: ما هم خپل کورنی دنده ترسره کړې ده. من هم تکالیف خانگیم را انجام دادم. ما هم خپل کورنی دنده، من هم کار خانگیم را ترسره کړې ده انجام دادم. اینجا در واقع خپل جای می را پر کرده. عبدالرحمن: ډیر ښه ده. د خدای پامان. بسیار خوب است. با امید خدا. خب دوستان عزیز، سلیمان و عبدالرحمن بسیار بچهای خوبی هستند. تکالیف خود انجام میتن و به کورس ها و صنف های خود اهمیت میتن. امیدوار هستم که شما هم همچون سلیمان و عبدالرحمن باشین، تکالیف خود انجام بتین. این ویدیو همیشه هست، کوشش کنین بارها و بارها ببینین. اگر شما کتاب صنف 4 را یاد بگیرین میتونین که بعدها در لول های بالاتر هم پیشرفت داشته باشین. اما لغات جدید درس 5: ستړی مشی، ستړی مشی، مانده نباشی. نن، نن، امروز. دنده، دنده، وظیفه. کورنی، کورنی، خانواده و یا خانگی. کورنی دنده. اما کار خانگی را که کتاب برای شما تعیین کرده است ببینیم چی است. ټول زده کوونکي دې لوسته ورته د خبرو اترو په شکل په خپلو کتابچو کې څو کرښې ولیکي. همه شاگردان چند خط در دفترچه خود به صورت دیالوگ مشابه این درس بنویسند. یک بار از روی این درس در دفترچه و یا کتاب خود بنویسین. لطفاً اگر میخواین واقعاً صنف 4 را، این کتاب را یاد بگیرین، یک دفترچه خواهش میکنم داشته باشین و دیالوگ ها و متن های هر درس را همراه لغات و نکاتی که گفته میشه را داخل از او بنویسین، چرا که دیالوگ ها و متن ها بسیار کوتاه هستند و وقتی را از شما نمیگیرن. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که از این درس خوشتان آمده باشه. لطفاً یک کامنت زیبا برای ویدیو بگذارین، چرا که کامنت شما باعث میشه که این ویدیو و ویدیوهای دیگه به دوستانی که علاقمند به زبان پشتو هستن نمایش داده شود. امیدوار هستم که صحتمند و جوړ باشین. زه ستاسو لپاره د خدای څخه روغتیا او خوشاله وختونه غواړم او تر راتلونکي درس پورې د خدای پامان.